سلام، از جلسه ششم گرامر برای آیلتس اسپیکینگ. توی ویدیوی دوم بهتون شرطی ها رو درس دادم، نوع 0 و 1 و 2. پس ایف کاندیشنال ها رو الان شناختین. حالا اینجا قراره ایف کاندیشنال شماره 3 رو بهتون درس بدم و نکته گرامری نمره بیارش اینه که قراره به صورت اینورژن استفادهش بکنیم. پس اول ایف کاندیشنال 3 رو بهتون میگم، بعدش اینورژنش رو بهتون میگم که قراره گرامر 7 پلاس بهتون نمره بده. خب بریم سر ایف کاندیشنال شماره 3 که در واقع ریله، میگه یه اتفاقی در حقیقت نیفتاده، یعنی نیفتادن اون اتفاق واقعیه. گرامرش if I had PP I would have PP. خب اگه این کارو میکردم این اتفاق میافتاد. مثلا اگه درس میخوندم 20 میگرفتم، پس یعنی هم درس نخوندم هم 20 نگرفتم. این اتفاق واقعیه. if I had studied PP harder I would have gained PP 20. این از این. پس میگیم شرطی نوع 3 واقعیه، یه اتفاقی نیفتاده. دارم میگم اگه این کار رو میکردم این اتفاق میافتاد. حالا من میگم آقا خب لابد یه اتفاقی برام افتاده که این کار رو نکردم، یه بهونه ای داشتم دیگه که درس نخوندم و 20 نگرفتم. پس اگه میتونستم میخوندم و 20 میگرفتم. if I could، اگه میتونستم I would، این اتفاق میافتاد، این کارو میکردم. خب حالا میخوام اینو توی اینورژنش استفاده کنم. بهتون گفتم اینورژنش نمره بیاره. اینورژن یعنی چی؟ یعنی جابجایی اینها. فعل میاد به جای سابجکت میشینه، یا فعل میاد اول جمله میشینه، یا حالا الان اینجا could باید بیاد اول جمله‌مون. خب اگه من کودو بیارم اول جمله اینورژنش بکنم که سوالی میشه، کودایی فلان که سوالی میشه. من جمله میخوام بگم اگه میتونستم این کارو میکردم. خب چیکار کنم برای کود؟ اینجا نمیتونم، راه دیگه ای ندارم. میگم خانوادهش چجوری اصلا ساخته شده. معنی کود چیه؟ معنیش از حال کن میاد دیگه، یعنی توانستن، یه کاری رو میتونم انجام بدم. پرزنتش میشه can، پستش هم که میشه could. خب برای فیوچرش چی کار بکنم؟ یعنی به هر حال من یه جای گیر میافتم، نمیتونم از can استفاده کنم، باید دنبال یه سینونیم باشم براش. میام چیکار میکنم؟ از سینونیم be able to استفاده میکنم، چون حالا میتونم توی هر سه زمان ببرمش، با to be ببرمش، حال، گذشته یا آینده. پس به جای I can study میگم I am able to study. به جای I could study میگم I was able to study. به جای futureش هم که اصلا چیزی ندارم I will be able to study. پس be able to میذاریمش به جای can. حالا برگردیم سراغ سوال اولمون که اینورژن if I could I would چجوری ساخته میشه. خب پس من میام به جای could سینونیمش رو میذارم. اینجا میکنمش چی؟ کاندیشنال 3 هم هست دیگه. if I had been able to، اگه تواناییشو داشتم، I would have PP، اون کاره رو انجام میدادم. حالا رسیدم پس به این ورژنش، درست؟ پس had I been able to رو به جای can گذاشتم و رسیدم به این framework طلایی had I been able to I would have done so. اینو قرار حفظش بکنین چون قرار استفادهش هم بکنین. ببین میگم اگه میتونستم برم خارج این کار رو میکردم، درسته؟ اینجا زیر سو خط کشیدم که بهتون یادآوری بکنم لازم نیست حتما فعل اینجا رو تکرار بیارین، یعنی move abroad رو دوباره بیارین اینجا. میگین done so، اون کار رو میکردم، حالا هر چیزی که اینجا بود. آقا اگه میتونستم میرفتم خارج. if I had been able to که الان این ورژنش کردم نمره گرامرش رو بگیرم. had I been able to move abroad I would have done so، این کار رو میکردم. had I been able to hug her tighter I would have done so. پس یعنی نه دیدمش نه بغلش کردم و این اتفاق اصلا نیفتاده. اگه میتونستم محکمتر بغلش میکردم، اگه میتونستم خارج میرفتم. پس had I been able to I would have done so. اگه میتونستم از فلانی امضا بگیرم این کار رو میکردم. اگه میتونستم در سفر زمان بکنم این کار رو میکردم. I would have done so I would have done so I would have done so، این کار رو میکردم. اینو سبزش کردم همه جا همین شکلی بیارینش، اصلا نمیخواد چیز دیگه بهش اضافه کنید. پس اینو حفظ بکنید، استفادهش بکنید توی مواقعی که یه اتفاق ریلی نیفتاده و میخواین بگین که اگه میتونستم این کارو میکردم.